از مؤسسه اصلاحی سراسر اجرای جزای جنایی در همین روز زیاده از 800 نفر محبوسانی که از باقیمانده ادای جزا آزاد کرده شدند با دستگیری پروکراتور گنرالی و مقامات دیگری حکومتی این کارها عملی کرده شده ایستادند. برای هر یک محبوسی که از مؤسسه اصلاحی آزاد شدند کمک اجتماعی و با نقلات تامین کرده شدند. تعداد زنها از مؤسسه اصلاحی رقم 8 در شهر نارنج‌ده زنانه سراسر اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه جمهوری تویستان 170 نفر همین روز و در از مؤسسه نابالغانی که مؤسسه رقم 12 میگویند 58 نفر نابالغ از باقیمانده ادای جزا آزاد گردیدند. در موقعی در آینده مثلا اینا رو با قربانی کردن میگن نقشه دارید شما؟ ما با همه حکومت‌های مقامات‌های اجرایی شهر و ناحیه‌ها مکتوب ارسال کردیم. آنها از این با خبر هستند. در اساس قانون عفو باید آنها به کار و چیز و آن کمک اجتماعی که ما موقتا با آنها دادیم این اولیت می‌باشد.